ابتدا هم باز حالا داور درجه المپی ظریف نظریف در میدان است و اکنون اولین شده در به دست آوردن نتیجه شایان وزن تا 57 کیلو باز حالا با نوان این قرشی و شکرانه است در باشگاه وستن تمرین میکند و بیشتر ابتدای فعالیت خود رو هم از همان وستن درواز آغاز کرده بود و بعدا هم در وستن شهر دوشنبه نیروسنجی هم کرده بود. مومین و این ورزشگر بانویی که جایزه دار مسابقات قهرمانی آسیا هست و اکنون این واخوری هم خیلی جالب فکر میکنم صورت میگیرد، چون که هر دو هم از حساب تجربه و باز هم استعداد فوق العاده شان در میان بانوان امروز خیلی برای دریافت جای مقامی اول افتخاری در وزن تا 57 کیلو امکانیت خوب در هم دارند. بسیار خوب، شکرانه ابتدا بسیار یک عملی رو هم آغاز کرد اما خاتمه اش آنقدر خوب نبود. عمل پرتری باز از جانب این بانو ادامه نمی‌یابد و اهلیه حالا احتم رجب که به حیث مربی شکرانه قرشی و به میدان برآمده است و ما فردی که سابقه دار و همچنین اساسگزار جودو در تاجیکستان گویم خطا هم نمی کنیم و اهلیه الان بیشتر رجوع میکند به عمل جالبتر سر کتف و بسیار هم زورآزمایی رقابت هر دو هم در روند مبارزه بر راستی خیلی جالب است. نوابسته از آنه که این رقابت ها باری اول در چمپیونات تاجیکستان صورت میگیرند به هر نوع اشتراکچیان کمان، اما وقتی آن رسیده است که ما هم به رشد گشتین جودوی بانوان توجه هم داشته باشیم. برای نادرست داشتن به مومین و حالا داورشی داد اهلیه نماینده شهر دوشنبه است و شکرانه هم از شهر دوشنبه و البته با تا جای میدانیم بسیار هم یک حرکت جالب واقعا همه جایزه دار مسابقات قهرمانی آسیا میان بانوان اهلیه مومین و واقعا هم خوب درخشید متانتش هنرش در مقاومت در مقابل شکرانه قرشی و شکرانه واقعا هم در تمرین های 3 سال قبل مهارت و متانت خوب داشت، اما اینجا عاجز ماند و واقعا همین گل دختر زیبای دوشنبه شهر با یک اسلوب خاصی خود ببینید چگونه حرکت را انجام داده. احسنش میگوییم. در حقیقت هم عالی درجه از نازکی های گوشتین جودو خوب برخوردار است، ایستادگری نکرد، به حالی که بیرونه را چون استفاده کرد اما صورت افزایی تا به همان نقطه نهایی جالبتر و والاتر بود و در این لحظه جالب و مناسب هم